سلام عرض میکنم خدمت همراهان کانال بورس 1400. همونطور که در کانال تلگرامی وعده داده بودم میخوایم یه چارتی که خیلی شبیه کهافظه و قبلا کار کردیم پتایر رو کار کنیم، با این تفاوت که کهافظ تقریبا قبل شروع حرکت تحلیل کردیم و پلن معاملاتی دادیم، ولی این رو یعنی پتایر رو یه مقدار دیر من متوجه شدم و دیر پیداش کردم. به هر حال ولی با توجه به هدفی که احتمالاً در یکی دو سال آینده محقق خواهد شد، هنوز جایی نرفته به نسبت اون حد سودی که قراره بررسی بکنیم. قبل از اینکه بریم شروع تحلیل و پلن معاملاتی، مثل همه ویدیوها تاکید کنیم به دنیای احتمالات خوش آمدید. هیچ قطعیتی وجود نداره. کل زندگی عدم قطعیته. حتی زنده بودن هم قطعیتی درش نیست، و چه برسه به بازارهای مالی که کلاً در عدم قطعیت به سر میبریم. برای پتایر موج 4 رو میخوایم بررسی بکنیم. احتمالاً موج 4یم، موج 1 و موج 2 رو اینجا داریم که فعلا باش کار نداریم. موج 3 احتمالاً سقف همون سال 99 معروف و در یک اصلاح ساید در جا زننده احتمالاً الگوی ترکیبی رو داریم. در یک سناریو به احتمال میشد گفت 60% اصلاح ما به اتمام رسیده و روند صعودی شروع خواهد شد. با این فرض که اصلاح تموم شده، به حد ضرر 137 همونطوری که تو کانال تلگرامی گفتم احتمالاً صعودی خواهد بود و اصلاح‌های احتمالی فرصت خرید هستش به حد ضرر 137. کسانی که ریسک پذیرن به محض اینکه مشاهده کردن در همین یکی دو روزی که حالا معاملات داره انجام میشه، میتونن به محض اینکه ورود داد یه پله حداقل بخرن. برای پله دوم اگر اصلاح به سمت پایین داد، پله دوم رو میشه خرید. برای پله دوم اگر اصلاح نداد، صبر کنید سقف موج بی ما یعنی این قسمت شکسته بشه. میخوایم روندش بکنیم 245، میخوام روندش بکنم 250 الی 253. با شکست این سقف هم میشه پله دوم خرید بشه. مثل همه ویدیوها مدیریت سرمایه رو باید بلد باشید، اینکه چند پله، اینکه چقدر سرمایه به این سهم اختصاص بدید و چند پله اون سرمایه رو خرید کنید، حجم پله هاتون چقدر باشه. حتما باید تو مدیریت سرمایه با سرچ و جستجو تحقیق کنید و یاد بگیرید. من میگم حداقل یه پله، مثلا اینجاها میگم همین الان هر جا فرصت داد یه پله حداقل. پله دوم اگر اصلاح به سمت پایین داد، مثلا فرض کنید به سمت 170 الی 180 داد، فرض دیگه ما که نمیدونیم میده یا نه، مجدد خرید داره. پله سوم و چه بسا حتی چهارم برای تکمیل خرید گفتیم 250 الی 250 دقیق ترش رو 254 شما روند کنید، 250 الی 254 میشه مجدد پله خرید به حد ضرر 137. این برای کسایی که ریسک پذیرن و خیلی ذهنشون توی هول و ولا و ترس نمیفته. اما کسایی که ریسک گریزن اول صبر کنن یه 5 موجی شکل بگیره، یعنی موج 1 احتمالی شکل بگیره، که من خودم این پلن رو خیلی با توجه به اینکه ما صف فروش رو خرید داریم خیلی نمیپسندم، مگر 5 موجیش خیلی ایدئال باشه. پس کسایی که ریسک گریزن میتونن صبر کنن، اول یه همچین حرکتی مثلا فرض کنید اینجا ادامه پیدا بکنه، یه اصلاح به پایین بده، اینجا بر فرض بشه موج 1 ما، بذارید لیبل بزنم مشخص بشه، فرض کنید اینجا موج 1 ما، موج 3 ما، موج 4 ما، موج 5 ما، با فرض اینکه احتمالاً این همچین حالتی رو به ما بده، ریسک گریزها میتونن تو این مناطق، یعنی اول اجازه بدن این شکل حرکت تموم بشه، این شکلی که من کشیدم به اتمام برسه، سپس در اصلاح ها بیایم بررسی بکنیم، مثلا یه آپدیت بدیم بگیم موج 1 اون احتمالاً تموم شده، تو موج 2 برای موج 3 میخوایم مثلا آماده خرید بشیم. پس اینم برای
ریسک گریزها که صبر کنن اول 5 موجی شکل بگیره بعدن، که من خودم خیلی این سبک معاملاتی رو تو بورس نمیپذیرم. یعنی خیلی ببخشید نمیپذیرم که نمیپسندم. معمولا سعی میکنم پله‌ای بخرم. من خودم این سهمو ندارم صادقانه، چون همین یکی دو روز پیش تازه متوجه شدم. این سناریو اول ماست که سناریوی خوشبینانه است، اصلاح ما تمام شده. سناریوی دوم ما اینه که موج 4 ما، یعنی الگوی ترکیبی ما که شاخه آخرش مثلثه تموم نشده، این احتمال کمتره. اوایل فیلم گفتم سناریو اول 60% شانس داره، این سناریو 40% شانس داره. یعنی بازار بیاد قبل از اینکه سقف 250 الی 252 رو 253 رو بخواد بشکنه، قبل از این بخواد یه اصلاحی مثل این حالتی که کشیدن بده که احتمالش 40%. اینجا مجدد به حد ضرر 137 خرید داره. یعنی ما فرض میکنیم سناریو دوم که 40% یه پایینی بده که احتمالش کمه. ما تو احتمالاتیم، هیچ قطعیتی نداریم، که اگه قطعیتی داشتیم اصلا حد ضرری وجود نداشت، چشم بسته میخریدیم و میفروختیم. پس سناریو دوم اینه که هنوز اصلاح، یعنی موج 4 به طور کامل تموم نشده، یعنی قرار بیاد یه پایینی کوچیکم بده بعد تازه بگیم موج 4مون حالا تکمیل شد. و چه بسا اگر این اصلاح پایین رو بده اتفاقا خیلی خوششانس خواهیم بود و میتونیم توی اصلاحات دوباره بیایم یه آپدیت بدیم، بگیم حالا خرید کنیم قیمت پایین تر، حد ضرر و حد سودمون بهتر میشه. حد ضررمون 137، به هر دلیلی بشکنه خارج میشیم و منتظر موقعیت معاملاتی جدید خواهیم بود. پس حواسمون باش. حد سود رو حالا نگفته نماند، خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشیم چون زوده، خیلی زوده، ولی یه چشماندازی بخوام بهتون بدم حوالی 3000 تومان الی 6000 تومانه. این هدف حداقلی ما 3000 تومانه، حد اکثری ما 6000 تومانه. مثل همه ویدیوهایی که تاکید کردم بعدها با توجه به گذر زمان میایم آپدیت میکنیم که آیا پرشتاب، مثلا فرض کنید سناریوی قبلیمون، سناریوی اصلیمون، فرض کنید پرشتاب اومد بالا، میگیم احتمالا 6000 دیگه چه بسا بالاتر هم خواهد رفت. یه موقع از کند میاد بالا، قیمت اینجوری میاد بالا، میگیم اصلا چه بسا به 3000 تومان هم نرسه. فعلا زوده بخوایم در مورد اهداف بخوایم بحث بکنیم که تو آپدیت های بعدی برای چشمانداز تقریبا 2 سال آینده داریم بحث میکنیم. امیدوارم که این تحلیل رو به درتون بخوره. سعی میکنم که صرفا تحلیل نکنم که بگیم احتمالاً تموم شده تموم نشده، سعی میکنم پلن معاملاتی بهتون بدم که به قول معروف گفتنی چشمانداز معاملاتی داشته باشید و بتونید برای خودتون پلن معاملاتی هم بچینید. ناگفته نماند در نهایت هر تحلیلی باید منجر به پلن معاملاتی، محدوده های خرید، حد ضرر و حد سود باشه که من سعی میکنم اینا رو بهتون بدم. اگر این ویدیو به درتون میخوره میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال حمایت کنید، برای دوستاتون ارسال بکنید. اگر انتقاد و پیشنهادی دارید برام کامنت کنید و سعی میکنم در اسرع وقت بخونم و حتما جواب بدم. آرزو میکنم که همیشه صحیح و سلامت باشید و پرسود باشید. تا تحلیل بعدی، ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.